منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که در هر کجا که هستید در کانون گرم خانواده محترمتون باشید و در پناه الله متعال روز و شب رو به خوبی و خوشی سپری بکنید و بتوانید از این لحظات گرانبهایی که الله متعال در اختیار شما قرار داده استفاده کافی رو ببرید. بله برادران و خواهران عزیز، نعمتهای الهی روز و شب بیشتر و بیشتر بر من و شما و بر تمامی مخلوقات به وجود می آید. برادران و خواهران عزیز، یکی از مهمترین نعمتهای عظیم الهی که بر ما انسانها منت نهاده الله متعال نعمت بیان می باشد. نعمت بیان و سخن گفتن. علما و دانشمندان نعمت بیان را مظهر تعقل و تفکر انسان می دانند و خیلی از اونها در واقع اون را فصل ممیز بین انسان و حیوان می دانند. الله متعال نیز بعد از بیان نعمت قرآن و خلقت انسان به موضوع بیان اشاره میکنه در آنجا که میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الرحمن، آن وجودی که رحمتش به تمامی مخلوقات و موجودات میرسد. علم القرآن، قرآن را آموخت و انسان را خلق نمود و آفرید و او را بیان و سخن آموخت. پس بعد از نعمت خلقت انسان، نعمت تعلیم قرآن، آموزش قرآن، به نعمت بیان اشاره شده و در جای دیگر الله متعال در آیه دیگر می‌فرماید الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین. آیا ما برای او دو چشم قرار ندادیم و زبان و دو لب و برای او دو مسیر، دو راه خیر و شر را راهنمایی نکردیم، نشان ندادیم برای انسان؟ در واقع خطاب اینجا متوجه انسان می باشد، متوجه این انسان ناچیز خاکی. پس از این که الله متعال به نعمت زبان، به نعمت سخن گفتن، در واقع زبان همان آلت و ابزاری است که انسان با آن سخن میگوید، پس از ذکر نعمت بیان الله متعال به موضوع راهنمایی راه خیر و شر اشاره میکنه. یعنی انسانی که دارای بیان و تعقل و تفکر و تدبر می باشد، گفتیم که سخن گفتن به گفته بسیاری از علما و در واقع نیز همین هست، سخن گفتن مظهر تعقل و تفکر است
و به همین خاطر پس از بیان سخن و زبان و دو لب که در سخن گفتن به ما کمک میکند، الله متعال به ذکر راهنمایی و نشان دادن دو راه خیر و شر به انسان اشاره میکنه و به این موضوع اشاره میکنه الله متعال که ما دو راه خیر و شر رو برای او هموار ساختیم. حال اون میتونه راه خیر رو در پیش بگیره و به سرمنزل مقصود برسه، و یا اینکه راه شر رو در پیش بگیره و به هلاک و تباهی و خسران و ضرر. بله عزیزان، پس بیاییم با هم شکر این نعمت عظیم الهی را به جای بیاوریم و یکی از مهمترین راه‌های شکر استفاده صحیح از این نعمت‌ها می باشد. انسان مؤمن، انسان مسلمان، انسان عاقل هنگامی که می‌خواهد سخن بگوید قبل از آن باید بیندیشد، باید تأمل کند و سپس سخن را بر زبان جاری سازد. همان گونه که شیخ سعدی رحمت الله علیه می‌فرماید سخندان پرورده پیر کهن بیندیشد آنگه برآرد سخن. به همین سبب این نعمت عظیم الهی که همانند بسیاری از نعمتها دارای دو بعد مثبت و منفی می باشد، مانند بسیاری از نعمتها، چه نعمتهایی که در بدن ما انسانها قرار داره، همانند چشم، همانند گوش، همانند دست، که میتونیم هم استفاده صحیح از آن ببریم و هم استفاده نادرست و ناصحیح. پس ما موظف هستیم که قبل از استفاده از این نعمت عظیم الهی با اندیشه و تفکر و تدبر و تعقل از این نعمت استفاده کنیم. پس ما موظف هستیم که قبل از استفاده از این نعمت عظیم الهی بیاندیشیم و تفکر و تعقل کنیم، زیرا در واقع همونطور که قبلا هم ذکر کردم این نعمت زبان مظهر و نشانه تفکر و تعقل ماست. پس چه زیباست که هر یک از ما قبل از این که میخواییم سخنی را بر زبان بیاوریم بیاندیشیم و فکر کنیم. همان گونه که شاعر شیرین سخن میفرماید زبان در دهان ای خردمند چیست، کلید در گنج صاحب گوهر، چو در بسته باشد نداند کسی که جوهر فروش است یا پیله ور. خب وقتی که در واقع هنوز اون شخص سخن نگفته، خب کسی هم نمیدونه که اون درونش پاک هست، سالم هست یا ناپاک هست، قصد و نیتش خوب هست یا نادرست هست. همان گونه که قبلا گفتم این نعمت دارای دو بعد مثبت و منفی هست، مانند بسیاری از نعمت‌های دیگه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی بسیار زیبا مبدأ استفاده از این نعمت رو برای ما مشخص میکنه. اصلی که ما اگر به اون ملتزم باشیم، اگر به اون پایبند باشیم، هرگز دچار اشتباه و یا خسران و ضرر در استفاده از زبان نخواهیم شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی صحیح می‌فرمایند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی که ایمان به الله و روز قیامت دارد پس باید یا سخن خیر بگوید یا ساکت شود. یعنی ما دو راه بیشتر نداریم، یا اینکه سخن خیر را بر زبان بیاوریم و یا اینکه ساکت باشیم. یعنی هرگز اجازه نداریم که سخن نادرست و ناصحیح را بر زبان خود جاری سازیم. در حدیثی که معاذ بن جبل یار با وفای رسول الله صلی الله علیه و سلم از رسول الله میپرسند، هنگامی که رسول الله به ذکر بسیاری از اصلهای اسلامی میپردازند در یک حدیث طولانی، معاذ در ادامه حدیث از رسول الله میپرسد که یا رسول الله، آیا ما از آنچه که سخن میگوییم نیز بازخواست خواهیم شد در روز قیامت؟
رسول الله با لحنی نسبتا شدید در جواب به معاذ میگوید ای معاذ، آیا چیزی جز ثمره زبان، ثمره سخن، ثمره زبانها مردم را با سرشون و یا با صورتشون و یا به قول امروزی با سرشون و یا با صورتشون و یا با بینیهایشان بر آتش انداخته است؟ یعنی آیا چیزی جز زبان باعث شده است که مردم به آتش جهنم برسند؟ پس ما در استفاده از این نعمت عظیم، در استفاده از زبان باید کمال دقت و توجه را داشته باشیم، زیرا که الله متعال می‌فرماید ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتید. هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد یا هیچ سخنی تلفظ نمی شود مگر اینکه رقیب و عتید دو ملائکه بر آن هستند. یعنی این دو ملائکه سخن ما را یادداشت می کنند. و یا در جای دیگر الله متعال می‌فرماید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، ملائکه های مکرم که می نویسند، نویسنده هستند و میدانند آنچه که شما انجام میدهید. پس هرچه که ما بر زبان خود جاری میسازیم و هرچه که ما آن را انجام میدهیم یادداشت و مسجل میشود و در روز قیامت و در روز محشر و در روز حساب و کتاب ما نسبت به آنها بازخواست خواهیم شد. پس بیاییم با تفکر و تأمل و دقت قبل از این که سخنی را بر زبان بیاوریم دقت و تأمل کنیم تا اینکه بتوانیم از جمله فائزان و رستگاران باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.